در سطح عمومی هم دایره‌های دینی، هم فضای دین، هم جامعه با فهمش واقعی سیمای سلفیه معاصر سرفهم دارند. درک نمایند که سلفیه معاصر این خطر هم به فضای دینی و آن ارزش‌های سنتی دینی ما دارد، هم به محیط اجتماعی ما دارد و هم به منفعت‌های ملی ما دارد. در این مسئله باید در سر معین کردن اصطلاحات سلفیه باید واقعا درست گفتن، باید معین کنیم. همه فرقه رویه‌ها و جنبش‌ها همه خود را پایبند سلف صالح می‌دانند. یگان فرقه نیست خود را از آن جدا کنند. ولی سلفیه معاصر خصوصیتش در آن است که در زیر این شعارها و این جنبش‌های خود را منعمد می‌نماید، در زیر وی اساساً هدف‌های سیاسی و اجتماعی را پیگیری می‌نماید. هدف سلفیه معاصر توسط فضای دینی و فضای اجتماعی و سیاسی راه یافتن است. این را باید در سطح جامعه درک کنند همه جوانان ما. دوم نکته که من گفتنی هستم، کدام عامل‌ها برای گسترش سلفیه شرایط و زمینه مساعدت می‌نمایند. خب اینجا استادان گرامی بسیار عامل‌ها را نامبر نمودند و در برابر این تعییناتی که استادان نامبر کرده بودند، بیشتر سلفیه معاصر منفعت‌های اقتصادی را هم پیگیری می‌نماید و پایبند جلب نمودن این جوانان با آن حرکت‌های افراطی و حرکت‌های اکستریمیستی، بیشتر آنها در دو غریزه واقع‌اند. یکم غریزه این غریزه اعتقادهای دینی است، دوم غریزه منفعت‌های اقتصادی است و نمایندگان همین حرکت‌های سلفی بسیار استوارانه و خصوصیت‌های روانی پسیکولوژی جوانان مخصوصاً راه می‌یابند، دست می‌یابند. واسطه‌های اطلاعاتی کمیونیکاسیونی زمان جهان شمولی را استوارانه استفاده می‌برند. تغییرات‌های اجتماعی را خیلی سریع درک می‌نمایند. مثلا وقتی که سلفی‌ها و فضای محیط مهاجران ما راه یافته بودند، بسیاری ما در فکر مهاجران هنوز نبودیم. آنها بسیار برابر درک کرده بودند. ولی همین فضاهای نازک، فضاهای برای ما خشونت‌خیز، دائما ما از این مشکلات آنها دیر آگاه می‌شویم. حتی در محیط دایره‌های علمی روسیه پیشتر از ما آگاه شده و آموزش جایگاه دین در حیات مهاجران مهنی دست زده بودند. یکی از محققان همین مسئله الکسی ستاوستین هنوز خیلی بعد از سال 1899 ابراز داشته بود که عامل دینی برای مهاجران مهنتی آسیای مرکزی همچنین عامل نگهدارنده هویت ملی تبدیل یافته است و در عین زمان این برای حفظ روانی پسیکولوژی آنها خدمت می‌نماید. تا این برایان دینی باشد همین عامل را خیلی خوب درک کرده آن را می‌خواهند با غریزه‌های علاهیده خود برای مبارزه بودن با آن نهادهای سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و عین زمان با کشورهای روسیه استفاده کنند. ولی ما از این مسئله خیلی دیر آگاه شدیم. این دوم مسئله که با آن باید ما دقت نموده باشیم. سوم مسئله، اکنون کدام واسطه‌ها و عامل‌های اساسی می‌توانیم در سمت پیشگیری نمودن پنجشنبه سلفیه و سلفیگرایی برای ما اینها مؤثر باشند، تأثیر رسانند. در این مسئله هم بعضی پیشنهادها و مصلحت‌های خوبی در اینجا ابراز شده بودند. در برابر این یکی از نهادهای بسیار مهمی که می‌تواند برای جامعه ما مؤثر باشد، این مسئله همان گسترش و تحکیم بخشیدنی و حقوق عائله است، چون امسال هم سال احترام گرامی داشت عائله است و در عین زمان بسیاری مسئله‌های دینی، مشکلات‌های دینی از عائله ما سر می‌شوند که مسئله‌های عائله را در علاقه‌داری بدون اون مسئله‌های اجتماعی، مسئله‌های اقتصادی، مسئله‌های روزمره جامعه ما که آنها هم با مهاجرت رابطه دارند، در علاقه‌داری حل فصل کردن مشکل است. در رابطه با مسئله همین گرایش جوانان به حزب حرکت‌های تندرو هم نشان می‌دهد که آن نفرانی که از اشتباه خود درک کرده برگشتند توسط دستگیری عائله همین مسئله امکان داشته است. تا به هنوز
oila میتواند که یک نهاد اساسی واقعی در پی حل و فصل همین مشکلات واقعی ماند. ولی ما هم باید مشکلات oila را، مشکلات کمیزاتی، مشکلات بیکاری، مشکلات نبودن مرد همچون سرور oila سالهای طولانی در oila نیست و سخن زن تا به هنوز به آن آوازی که 14-15 ساله میشود مؤثر نیست درک نماییم. و پیش از همه در برابر این مشکلات حل و فصل سلفیه من فکر میکنم این یک عامل علاهیده نیست، بلکه این دست جمعی یک چند عامل های گوناگون است که حل و فصل و پیشگیری آن هم مناسبت دست جمعانه را طلب می‌کند.